سلام برادران عزیز، با شما هستم مثل هر وقته دلجوی خطلون. امروزه ویدیو درباره یک پروگرامه که برای سکرینگ کامera در تلفن، یعنی میخواهید تلفن یگان کس نظارت کنید، در آن سکرینگ کامera میمونید. پس همین پروگرام میشود چنون در بالای اکران میبینید. برای دسترس کردن این پروگرام وارد میشویم به پلی مارکت و در آنجا پویسک میتیم سکرینگ کامera на تلفن و در یکمش میدرویم و این پروگرام را скачать میکنیم و открыть میکنیم. هنگام открыть کردن سرور принимать میکنیم و یگان جای پروگرام را نمیرسیم و راست وارد میشویم به настройки، یعنی که در ضبط نمونده به настройки وارد میشویم. خوب بعدا در настройки اینها را разрешить میکنیم، با ما لازم نیست. یکمش گریون میستد و دویمش خاموش میکنیم. سوم، چهارم و پنجم هم باشد همون خیلی خاموش میستد و باز پایان میرویم. کامera، در کامera وارد میشویم. основной، یعنی که основнойش همون پشتی کامera است و دویمش باشد همین سلفیش است. در دویمش زیر میکنیم چون که از پیش کامera کند و سپیچکو است. سپیچکو را در نمیگیرونیم، یعنی که وقتی که سپیچکش گریون شود همون نفر میفهمد که ما او را نظارت کردیم. برای همین سپیچکو را گریون نمیمونیم و باز پایان میرویم. در اینجا رزمیرش گفتگی است، خیر رزمیرش هم همون خیلی میستد نمیرسیم و از اینجا انتخاب میکنیم سکرین ویدیو و گالری، یعنی که در گالری سکرت میرود که همون رو نمیتونه دیده که چخیل همین کامera کنه در گالری نمیبروید تا وقتی که خودمون نخواهیم. و باز هست ویدیت پارول، یعنی پارول میمونیم که همین پروگرام ماده در آمده نتونه. دلخواه پارولی که میخواهیم همون را میمونیم و بالاگیش نشانه یکی هست همون رو در میگیریم. خوب پروگرام ما با کار آماده شد و بعدا نشانه ویدیو هست، همین نشانه ویدیو را یک بار زیر میکنیم، یعنی تلفن در حالت بلاکیروف که هم باشد کامera میکند و همین خیلی کارم کردسته باشه کامera میکند. برادران عزیز، اگر ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونید و در کانال ابونه شوید. با شما بودم این لحظه ها دلجوی خطلون.